السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران معزز، امروز درس پنجم فرایض کلمه است، یعنی صداقت. ببینید دعوتگرای عزیز، الحمدلله شما 4 درس یاد گرفتی، 4 فرایض کلمه رو یاد گرفتی. امروز فرایض پنجمش هست به نام صداقت. باور بالله کنین دعوتگرای عزیز، بسیار کسا مسیج میکنن زندگی ما رو میگه تغییر داد. حتی یکی از خانم ها گفت، میگه من 18 سال است که نماز میخوانم، آل واقعا من لذت نماز میفهم به خاطر کلمه در قلبم داخل شده. واقعا برادران و خواهران دعوتگر، تا که انسان یک چیز را از قلب از صدق انجام نده، او کامیاب و رستگار نمی باشه. این فرایض کلمه شاید به شما معلوم نشه، مگر می خودسازی است. خود انسان این می سازه که چه رقم انسان از ریاکاری توبه کنه، چه رقم انسان در کارهای خود صادق باشه، چه رقم انسان یقین کامل پیدا کنه. وقتی که یقین کامل پیدا کنی، دعایتان هم قبول میشه. امروز درس پنجمش بسیار زیاد مهم است، صداقت. اول یک آیت استدلال میکنیم، بعدا پیش میریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سوره بقره آیت 8 الی 9. سعی کنین از این صداقت به شما معلوم میشه. میگه در میان مردم کسانی هستند که میگوید ما به الله و روز رستاخیز باور داریم، در صورتی که باور ندارن، یعنی او باور ندارن و جز مؤمنان به شمار نمیآیند. اینان به نظرشان الله و کسانی را گول میزنند که ایمان آوردند، در صورتی که جز خود را نمیفریبند. سعی کنین دعوتگرای عزیز، میگه و من الناس من یقول آمنا بالله، میگه بسیار از مردم هستند که میگه ما به الله ایمان داریم، مگم به الله ایمان نداره. خود الله میگه به الله یا ایمان ندارن، فقط یا در خیالشان که ما و شما مسلمان ها و الله را گل میزنه، یعنی نعوذ بالله بازی میته، مگم جز خودشان هیچ کس را بازی نمیته. باور والله کنین بسیار کسایی هستند که دمی بین افغان ها هستند که هیچ ایمان ندارن، به الله ایمان ندارن، به روز آخرت ایمان ندارن. فقط صرف در مجالس میشینه، یک تصویر در دست خود میگیره، یا بعضا گپای چیزا میگه، نماز چیزا خود نمیخوانن، بعضی گپای اسلامی رو میگه، یعنی فکر کنه مردم که ایمان داره، حالان که خود بازی میته. اگر می خودش بگه که من در بعضی چیزا شک دارم یا شبه دارم، یک کسی یک مسلمانی را میفهمونه. مگم افسوس به حال ازی، یک کسی که کفر انتخاب میکنه، یک کسی که شرک انتخاب میکنه، این پلان میگیره امرای خود که ابدی در جهنم باشه، ابدی دیدار الله را نبینه، ابدی از دوستایش، قومش، خیشش، فامیلش دور باشه. افسوس از برشان. بنان دعوتگرای عزیز، عزیز صدق چیز میشه که یعنی انسان باید صادق باشه. اول صداقت از به کلمه است که یعنی به صدقی کلمه را بخونه، نه که مردم بازی بده. حالا سعی کنین تاثیرات صداقت در زندگی. یک کسی که اول با الله صادق باشه، یعنی امی کلمه را بخونه، اگر ای عالم باشه هیچ وقت دروغ نمیگه. به این معنا هیچ وقت نمیگه که الله هر کسی می کار کرد 1000 دفعه الله فکر کو جنت 1000 جنت برش نصیب میکنه، یا فکر کو که الله هر کسی نی دعا را خواند 3000 حج میره، یا هر کس فکر کو که ختم الله اکبر کرد مشکلش حل میشه. چرا چیزی را که الله نگفته و چیزی را که رسول الله نگفته به مردم کسی بگویه؟ صداقت اولین چیزی است که برادران و خواهران معزز، چیزی را که الله نگفته باشه و چیزی را که رسول الله نگفته باشه، یک عالم اگر واقعا هم صداقت با الله داشته باشه هیچ وقت با مردم میره نمیگه. بعضی کساس میگه والا نظر من اینی چیز است، اینی که انسان بسیار خفه میشه، نظر ما و نظر تو و نظر دکتر زاکر نه کس معلوم. نظر کس مهم است که او گپ الله یا سخن رسول الله را با مردم بگه، اونو را باید از ما شما استدلال کنیم. با ما خاطر دعوتگر عزیز، بسیار کسا هستند که امرای ما حسادت دارن، امرای ما خیر هستند، حتی در سال نمیمونن در گروپ ها روان شد. با او خاطر ما گپ الله و
سخن رسول الله را به مردم میرسانیم و تجارتشان از بین میره. مثلا یک تعویض نویس تجارتش از بین میره، خانم ها پیش از او نمیره، مردم پول نمیتشه دیگه. این قسم تجارت هستن یا صرف تجارت را در دین گرفتن، به او خاطر حسادت میکنه. یکی میگه وهابیست، یکی میگه پنج پریست، یکی میگه ایت، هزار رقم گپ میزنن. باور بالله کنین که آیا این درسا چقدر فایده داره بر شما؟ حتی چوپان هایی که افغانای ما شما بود در ترکیه بودن، در کدام کوه های ترکیه هستند، چوپان هایی که در ایران هستند، مردمایی که در فابریکات کار میکنن، کسایی که ایج برشان واقعا تا امروز قرآن و سنت دین نرسیده، مگم الحمدلله بسیار با شوق فرایض کلمه را یاد گرفتن و یاد میگیرن. و انشاءالله رحمان تا 3 ماه کوشش کنین دعوتگار عزیز، حتی در گروپ هایتان نشریات زیاد نکنین، امی در سال روان کنین که ابتدا فرایض اسلام یاد بگیرن، فرایض کلمه را یاد بگیرن، شرایط یاد بگیرن، نماز خود یاد بگیرن. با شما ببینید که یا چقدر از زندگی خود لذت میبره. بنان کج بحثی نشه. صداقت در کلمه، اول یک انسان، هر مسلمان که اگر میخواد که با الله صادق باشه، گپ الله را و سخن رسول الله را بگه، هیچ وقت دروغ نگوه. در دین دروغ نگوه. دروغ که گفتن و دین که تغییر داد، اولین کسایی که بودن یهودیا بودن. بنان ما شما رو چی کده؟ چیزی را که یک عالم میفهمید بگه به مردم، که نمیفهمید بگه نمیفهم، تحقیق میکنم. دین سخت نمیسازیم به مردم. چه رقم که الله گفته و چه رقم که رسول الله راهنمایی ما کرده، اون مخصم به مردم میگیم خلاص. و بعضی کساس بدبختانه در نماز بدعت میکنن. مثلا نماز استخاره را میگه در خوابت میاد، در حالی که در حدیث هیچ نامده در خواب، الفاظ خواب نامده. مگم چرا یک نفر میخیده میگه نماز استخاره را در خفتن بخون، باز خواب که خواب میبینی؟ افسوس است. حالان که در حدیث قسمی نامده، باز ما به شما انشالله تشریح میکنیم. باز بر شما گفتم کسی که بخواد صداقت با کلمه نشان بده، اول صادق با الله باشه. و دومین کار صداقت چی است؟ سعی کنین صداقت با همسرتان پیدا کنین، صداقت با شوهرتان پیدا کنین، صداقت با کسب کارتان پیدا کنین، صداقت با وظیفهتان پیدا کنین، صداقت با همسایه‌تان پیدا کنین. حال بسیار زیاد مهم است. بدبختانه بعضی کسا هستند که یک خواهر است مثلا مسیج میکنه، میگه من 4 سال است که شوهرم دارم، مگه یک دوست بچه بود که از او دوستی داشتم، آلو هم در خانه ما میاد پت از شوهرم. افسوس از برزی. اگر ای واقعا کلمه در قلب ازی تا میشد، ای کار نمیکرد. ای صادق نیست با شوهر خود. چقدر انسان گریه میگیره. باور بالله که سوالای در گروپ ها میشه، اگر به شما روار کنم خواب از چشمانتان میپره. مگم باز مرتان میگم علم به مردم برسانین، علم به مردم برسانین. یک خواهر چه رقم وجدان ازی قبول میکنه که 3 اولاد داری، تو 4 سال یا 5 سال رابطه نامشروع داری و شوهرم داری، ولی که شوهرم نداشته باشی، با نامحرم رابطه نامشروع داشته باشی. آیا این صادق می بوده باشه؟ و همه تو برعکس. یک مرد، بعض مردهایی است که بسیار یک خانم خوب داره، خانم پاک دامن داره، مگم خودش ببینی کت یک کس دیگه است، کت یک خانم همسایه، حتی کت خانم بچه خالی خود ای جور ثوابت داره. افسوس است. آیا ای هم در آخرت میگه که من صادق بودم؟ نه خیر. این صداقت در قلب ازی تا نشده. و همه تو مثلا خانمش مریض، بیچاره بسیار زیاد مریض است، مگه میگیره هفته 1000 پره تنها کردیت کارت روان میکنه. با کی روان میکنی؟ میگه استاد والا با یک دختر است روان میکنم. افسوس است. او دخترکت مریض، بچگکت مریض، مادرت مریض، پدرت مریض، تو یک میوه بر ازیا نمیبری، مگم تمام وقت مصارف سر خانم ها و کسایی که نامحرم است سرشون چیز میکنی. آیا تو صادق هستی با خانمت؟ آیا تو صادق هستی با پدر مادرت؟ همه تو بعضی کسا که صداقت نداره، پدر مادرشان بسیار حالتشان خراب است، بیچاره مریض هستند، در سالها پرسانش نمیکنی، تمام عیش نوشته همراه اولاد و خانم هایت میکنی. افسوس است. خیره به خانمتام ببر هر چیز، به اولادتام، مگر به پدر مادرتام صادق باش. یعنی صداقت بسیار جات مهم است. و همه یک نفر یکی از دکترها قصه میکنه، میگم از 30 نفر بود یا 20 نفر آوردم در کار یک 12 سال پیش.
باور کن میگه در یک جای 6 تا دوربین گرفتم باش که می کدام از این کار میکنه. میگه در 20 نفر یک نفر از این میگه صحیح کار کرد که وقت نماز خواند، وقت نان خدا نوش جان کرد. دیگه میگه نمی تو کار کرد، کار گلکاری بود. میگه دیگه شکی موبایل میدید، یکی که یک نفر گپ میزد، یکی دیگه که نماز نمیخونه حال 20 رکعت نماز میخونه باش که از این کار بگم شیم. یکی دیگه فکر کنه در نان خوردن چقدر طول میته. میگه من گفتم که واقعا روزگار ما زیاد یگان تا میگه مزدور از الله دور، یعنی بعض مزدور هستن که از الله دور هستن، درست کار نمیکنن. اگر برقی است، اگر نجار است، اگر گلکار است، به می خاطر میگه پول با برکت نداره، حالان که صادق نیستن. حال برادر عزیز، کسی که در سال شنیدین در هر جای کار میکنین صادق باشه برازیگا. میگم یک نفر که درست کار کرد 3 سال میگه که ما کار کردیم. میگه که صداقت چیزی است که کارتون رو جور میکنه. میگه 3 سال نمی همراه ما بود، خوب کار کرد، خوب پول داده میشه، خوب میگه پیسام پیدا کرد. مگم هر کسی که اگر نجار است، اگر گلکار است، اگر این صادق باشه با الله قسم است که تمام کاربارزی جور میشه. و همه تو یکی از معلمین بود که در مصر 2 روز نامده بود. میگه مدیر گفت 2 روز ماش مرا قطع کو یا نتی پرداخت نکو. چرا؟ گفتی پول بی برکت میشه برای من. سبحان الله. مگم بعضی کسا هستن که معلم هستن یا معلم هستن، روزها مردمای مسلمان، اولادای مسلمان می به دست خواندن وقت خدا تیر میکنه، یا قصه میکنه، یا در اداره آرایش خدا جور میکنه، یا فکر که یک روز فاتحه رفته، یک روز یک جای. مگم او طفلای معصوم که من از درس میمانند. افسوس است. یا یک کسی که در ریاست کار میکنه، در ریاست پاسپورت است، تذکره است، خودش ببینی که در کجا شده 2 ساعت یا 3 ساعت چقدر مردم ها، زنا مردا کلگی دلین است، مگه مو خان صاحب نیست در دفتر خود نیست، یا میگه یک جای دیگر رفته. اینی چیزا که هستن پول ما شما را برادران و خواهران عزیز حرام میسازه. بعضی کسا بدبختانه فکر میکنه که تنها سود حرام است، نمیفهمه اگر در کسب کارت خیانت کردی ای هم حرام میشه، دروغ گفتی ای هم حرام میشه. بنان دعوتگرای عزیز، این فرایض کلمه را یاد بگیرین از صدق دل. واقعا بسیار اعمالتان عالم و شما سعی کنین. عمر ابن عبدالعزیز را بر شما گفتم، یکی از کسایی بودن که والی بودن در وقت مسلمانا یا امیر بودن. اینا یک شخص آمدن در وظیفه که تازه قصه را شروع کردن. شام بود. برازی گفت که آیا قصه تو شخصی است یا درباره دولت کدام کار داری؟ گفت نه شخصی است. امو شمع پف کرد. گفت چرا؟ گفت شم کس از دولت است، از بیت المال است و ما تو قصه شخصی میکنیم، بیا کار قصه کنیم. ایره میگه صداقت در کسب خود. یک نفر تاکسی ران است که وقتی که می در تاکسی بشینی 3 دقیقه سفر کنی میفهمی که تاکسی از خودش است یا از مردم است. اگر جمپا را گرفت احتیاط کرد میفهمی که از خودش است، اگر نگرفت هر رقم رفت میفهمی که از یک مسلمان است، این تاکسی از یک کس دیگه است، یک صاحب دیگه داره، به خاطر که صداقت نداره که کار خود. این قسم میدونه مگه تاکسی خودش باشه 2 متر وقتی که یک فاصله رو بینه بر کار میگیره. مگم یک موتر یک مسلمان دیگر گرفته که بگویش میگه موتر خو از خودم نیست. اینم قسم یک بی صداقتی برای ما شما افغان ها و برای بعض افغان ها یک رواج شده که چیزی خاص خودت باشه خوب احتیاط کو و چیزی که از مردم باشه نمیفهمی که او سر تو اعتبار کرده، مگم تو نمیفهمی. بنان دعوتگرای عزیز، صداقت خواندیم. اول صادق، کسی که با الله باشه وقت کلمه را به صدق خوندی انشالله امی کلمه شما رو در جنت میبره. بنان در دین دروغ نمیگی، به خاطر جیبت شکم پرست نمی باشی، پول پرست نمی باشی، الله پرست می باشی. چیزی که حق باشه به مردم میرسونی، چیزی که حق باشه. بنان دعوتگرای عزیز بسیار زیاد کوشش کنید که در سال تاسیم را حوصله کنین، تمام مسائل یاد میگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.